برای پیش همو گاواره تا رو شلیچ کن رو برای همو کودکت بیس. آیا جرأت داری همو کودک تا بگوی در دهنت همه خیل کنم؟ نداری. مردمی که در یوتیوب صنعت زیاد دارین کشمکش خود را سخنهای خود را مانده زور تو که به خودتون نمیرسه مرد نیستین که برین یکدیگر تا ببینین با مادر با خواهر با عزت دختر درون گهواره و با عزت زن و با عزت دختر میرسه. السلام علیکم دوستان برادران گرامی، امیدوارم که تناسیت خانواده سربلند هستین. برادران عزیز چقدر که میبینید برادرای ما در جای ما مهمون شدگین. برادران عزیز خوش آمدین مکسه. برادران عزیز کلمه که جمعه مرحمت ما در مترو چوپیستان قرار داریم به شوی ارمکده 4 متر از هیچ اومده مرحمت کنید کلمه که جمعه کنیم بیا ان شاء الله باجه ما در خدمت همه شما هستیم. برادر جون چخلی چخیس سخته ساز خیر افشان چخب ده بهترین ماشاءالله بهترین خون برآمده خون یک کمتر غوسه. این برادران عزیز برادر ایجام کردیم. این برادرمون افتابوش کبر آوردیم. برادر جون چخلی چخیس سخته ماساژ افتابوش که چخ گذاشت زور گذاشت ماشاءالله بهترین. یگون پرابلم است اوخی یگون ارزش کویا نداره اوخی ایجوی ایجام ازیا سلامت باشه برادران عزیز. یا برگه خوش آمدین. این یک برادر ما در افتابوش قرار داره دام مشکل است. چقدر برادر جون سوز اوخی گرم شده افشان سوزه یکم برادر اومده چه فهمیدی اگه جو فهمیدی که در همین جه جمعه برای چی فایده داره این پیتا که تماشا میکردی یک میدونی تماشا میکردی ها. نه برادر عزیز برادرمون در پیتابوش قرار داره. این خیلی برادرم چند کیلویی 100 ها. این همین 3 بوره 10 بار بیو وزن تا در اینجا میپرتوی میدونی. همچنین یک امت سخن شما را رسوندم به دیگران تا که این دعوا را کرده بتونم اگرچه گناهگارم. من میگم که وقتی که دختر یک کس حقارت میکنی دختری گاورشه بدو پیشی گهوارت بره. اگر دختر داشته باشی اگر فرزند داشته باشی خواه بچه باشه خواه دختر بره پیش همو گاوارت رو شلیچ کن رو برای همو کودکت بیس. آیا جرأت داری همو کودک تا بگوی در دهنت همه خیل کنم؟ نداری. جرأت نداری بفیرم. آیا ایمانت وجدانت میکشه که پس چرا مادری دیگر کسا در اندامش فلان میکنی؟ پس چرا دختری دیگر کسا مینوازی؟ پس چرا کودکی گاوره دیگر کسا در اندامش رسیده است؟ این نه جوان مرد این نه جوان مرد او این همه ایروی مردیه این چی گپای در یوتیوب این چی گپای سبحان الله و بحمده. شما گپ ندارین در یک دیگرت بغض عداوت بر اندام دخترچه های گاوره بر اندام مادرهایی که شما را به موت از گریبان شدن تولد کردن بر اندام دخترهای قدرس عروسی بر اندام آیله هایی که در محله ها میگردن زوری شما به همین میرسه. ای یک مراتبه شما چخیل خطونه جوان مرد میگیرین زبس میکنین همی زبس فاش میکنین چی تو میگن با خدا قسم شما من میدونم که شما یک بچه 19 ساله 18 ساله نداری اگر کشتال تا میقفه میگه ای پدری بیناموس ای تو چکا کرده ایزای این ننگه ایده تو این چی به حیاگی ایده تو. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جمع صحابه ها گفت که ای صحابه های من کی را میفورم مادری خود و پدری خود را لعنت کنه؟ گفتن یا رسول الله هیچ کسی از ما را نمیفوره که پدری خود و مادری خود را لعنت کنی.
یعنی این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همینه، همیشه گو که وقتی که نمیفوره که مادر یک کس لعنت کنی، پدر یک کس لعنت کنی، پس دشنام به مادر دیگه کس لعنت به مادر دیگه کس نتی. هر کسی که مادری کد میره میگه در اندام فلان مادری خود چکد، دختری گاوره خطا میکنی، دختری خدرسی یک کس رسیدی دختری خطا میرسی، آیله یک کس گفتی آیله خطا میگوی. بس کنین برادر اهل اسلام، بس کنین. لطف حق با تو مناساها کند، زان که از حد بگذری رسوا کند. نشوه که الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگه بداره، نشوه که یگان غضب الله سبحانه و تعالی بالا مو بیاید، نشوه که این دهن پروردگار مجخ بکنه. برادر اهل اسلام خواهش منم از شما، یک شما دهن نداره، یک شما نروی نداره، یک شما کانال نداره. فهمیده ایسین برادر اهل اسلام؟ وقتی در عزت خواهر تو میرسن سخت تو میرسد، چی به خواهری دیگه کسا میرسی؟ چو دختری دیگه کسا میرسی؟ چو دختری گاوره دیگه کسا میرسی؟ چو مادری دیگه کسا میرسی؟ اینمین ایروی نوجوان مردی کنند. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را دادران بلاگرای محترم، دادرای عزیز، خداوند بکنه پروردگار زبانهای ما و شما را برای گفتن نیکوکاری، نیک رفتاری، نیک گویی پروردگار نصیب کنه. از اون زبانهای نالایق فحشا پروردگار متعال که دشنام آور، قبیح آور و خراشنده هست، پروردگار ما و شما را نگه بداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.